و خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنید حکمت این اتفاق براتون نشون داده میشه. حالا وقتی میگم که بپذیریم و مقاومت نکنیم و واکنش منفی نشون ندیم، منظورم این نیستش که برین یه جا تا اتفاق منفی افتاد بشینید یه گوشه بگین هرچی پیش بیاد به نفع من و حتما یه خیر و صلاحی برای من هستش. نه، منظورم اینه که واکنش هیجانی منفی نشون ندین. یعنی دیگه فکر نکنین که الان بدبخت شدین بشینید 24 ساعت گریه کنید، خیلی عصبانی بشین و دیگه فکر کنین که واقعا هیچ چی دیگه نمیتونین ادامه بدین و زندگیتون مختل بشه. پس در حین اینکه آرامش خودتون رو حفظ میکنید و واکنش منفی نشون نمیدین، اون 2 جمله رو تکرار بکنید تا اون اتفاق منفی دوباره براتون رخ نده. مورد دوم که باید رعایتش بکنید اینه که درس اون اتفاق منفی رو یاد بگیرین. کائنات یه اتفاق منفی برای شما میفرسته تا اون درسی که باید رو یاد بگیرین تا تکرارش نکنه. تا زمانی که یاد نگیرین پشت